ببین کنسول رو روشن میکنیم، دستگاه رو روشن میکنیم، میایم تو صفحه اصلی لیست بازی ها، یا بازی رو میخوایم پلی بدیم بازی کنیم، اوکی میکنیم، پلی گیمو میاد بیرون، میندازه بیرون، پلی گیمو میزنیم میندازه بیرون. میریم آقا یه بازی دیگه چک کنیم، میایم اسپایدرمن پلی گیمو میزنیم میاد بیرون، پلی گیم میاد بیرون. این اون اتفاقیه که شامل قانون 30 روزه سونی میشه و شما دستگاه ظرفیت 1 یا هکی بوده بازیات و الان نیاز به لایسنس داره بازی ها. حالا تو نمیتونی به نت وصل کنی که لایسنس بگیری و دیگه غیر قابل استفاده شده بازی ها. حالا از این به بعد باید بدونی که اگر میخوای بازی بریزی یا ظرفیت 2 بریزی یا ظرفیت آفلاینی بریزی که مدت 30 روزه نداشته باشه، یعنی ضمانت بگیری از اون جایی که میریزی که نامحدود برات بریزه، یا اگه دستگاه قابل کپی خور شدنه کپی خورش کنی. اگه سوالی داشتی میتونی تو کامنت ها ازمون بپرسی، دایرکت هم در خدمتتونیم. مخلصیم.